دارن برای بقا میجنگن. حالا با سوت بیژن حیدری، پرکارترین داور لیگ امسال، این بازی شروع میشه. سیاوش یزدانی ضربه بلند رو میزنه که توپ حامد پاکتر رو، حالا مهدی پور از راست حرکت کرده، عارف رستمی جا گرفته، موقعیت برای نساجی، ببینیم ضربه رو میزنه یا نه. ضربه خطرناک حامد پاکتر، ضربه‌اش در چارچوب نبود. ابوبکر کامارا و مهدی لیموچی قایمان بزرگ سپاهان هستن. این نفوذ زرتوشان رو ببینیم چه موقعیتی دارن سپاهانیا. یه موقعیت برای سپاهان و دروازه باز میشه بالا. پرچم کمک دوم، پرچم کمک دوم. همه جزئیات رو باید در تصویر آهسته ببینیم. کارترون و نیمکتش قایبان بزرگ سپاهان هستن. این همون نفوذ خوب سپاهانی ها بود. خب اینجا بله درسته، دومین بازیکن سپاهان که توپ اثر گذاشت موقع ضربه رضایی در آفساید بود. آریا یوسفی موقعی که کاوه رضایی ضربه‌اش رو زد در آفساید بود، اثرش باعث باز شدن دروازه نساجی شد و طبیعتاً یه لحظه پاس کنه نساجی. پاکتر به دنبال توپ، خطا کاملا واضح، کارت زردی که از جیب کمک داوران ویدیویی به همون کارت زرد بسنده میکنه بیژن حیدری. تو تصاویرم مشخص بود، شاید سایشی داشت اما کاملا استوک ها رو ننشوند روی پای سیامک نعمتی. این ضربه رو مهدی پور میزنه. یه موقعیت فکر میکنم هوشمند بود که یه اثر گذاشت روی تو، اما خط آفساید رو بستن. مهدی پور هم طبق معمول پشت ضربات ایستگاهی قرار داره، ارسال رو انجام میده. ببینیم ضربه رو میزنن یا نه. بله ضربه رو میزنن اما نه در چارچوب. میره کاوه رضایی، یه پاس عرضی و حالا دروازه باز میشه. حالا دروازه نساجی باز میشه. چه اتفاقی افتاد در نساجی؟ کاملا تمرکز این تیم برای لحظاتی با اون پاس رو به عقب وحید محمدزاده به هم ریخت و خب خدا رو شکر همکاران به هر صورت ممکن رسوندن. تصاویر رو باید ببینیم، از همینجا اگر ببینیم خوبه. باید ببینیم تصاویر رو. خب گل تایید شده، مثل اینکه غافلگیر شد و دروازش باز شد. حالا بازیکن نساجی درون محوطه جریمه، عارف رستمی. بیژن حیدری هم اونجا نزدیک به صحنه است و اعتقاد داره که هیچ اتفاقی نیفتاده و توپ از کنار دروازه سپاهان به گردش در بیاد. در این بازی هم که فعلا یک مصرف عقب افتاده. حالا ببینیم بیژن حیدری داره چی رو چک میکنه. صحنه برخورد عارف رستمی رو داره چک میکنه. ممنونم از تصویربردار خوبمون. عرض میکنم با امکانات کمی که مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها دارن، بله حالا صحنه برخورد بین دو بازیکن به تشخیص بیژن حیدری پنالتیست به سوی نساجی. چشم در چشم نیازمند، حرکت یامگاه، موقعیت، ضربه‌شو میزنه یه بار دیگه یامگاه و حالا دروازه رو باز میکنه. فوق‌العاده بود واکنش نیازمند، کاملا تشخیص داد جهت ضربه یامگاه رو، اما بدشانسی نیازمند توپ میخوره به تیرک و بر میگرده و یامگاه حاضر و آماده دروازه رو باز میکنه. با یه فن کمن زیبا یامگاه رو میخوابوننش روی چمن ورزشگاه شهید وطنی و یه شادی گل دیدنی رو همونجا به نمایش میذارن. یه گل 3 امتیازی به شمس‌آذر زد، حالا گل تساوی رو به سپاهان میزنه یا نه. حالا سام دلیری موقعیت داره، سام دلیری از راه دور، اما از هفته 20 باید انجام بشن. شکاری یه پاس فوق‌العاده برای کاوه رضایی، موقعیت برای سپاهان و حالا دروازه نساجی باز میشه، اما پرچم کمک اول این دیدار بالاست.
چه پاس فوق‌العاده داد شکاری. خیلی کار زیبا بود، خیلی سریع و انفجاری استارت زد کاورزایی. ببینیم در تصویر آهسته بدین صورت. نساجی کاملا به 3 امتیاز این بازی احتیاج داره، همون جوری که سپاهان برای قهرمانی احتیاج داره. نتونستن ضربه سر را بزنن مهاجمین سپاهان، اما توپ دور نشده. همچنان در محوطه جریمه یه ضربه پای چپ فوق‌العاده قدرتمند، اما بی‌دقت و توپ با اختلاف زیادی به بیرون میره. دانشگر بود که اونجا در ترکیب سپاهان هم سیاوش یزدانی از ترکیب بیرون اومد و گودرزی اضافه شد. یه موقعیت، یه ضربه سر برای کاورزایی، خوب زد ضربه سرشو. انزونزی پا به توپ، موقعیت برای سپاهانیا، یه ضربه رو میزنه که توپش با اختلاف کمی به بیرون میره. بازیکن فوق‌العاده این محمد مهدی محبی، مصدومیت هم داشت در طول هفته‌های اخیر. یه موقعیت برای سپاهان، رضایی خوب از دروازش بیرون اومد، چیزی نموده بود. حالا با تأخیر ضربه رو باید بزنن. یه ضربه خوب توپ رو ارسال میکنه اونجا، به توپ میرسه مهاجم سپاهان انزوزی. موقعیت برای سپاهانی ها، باز هم تعلله. تصویر آهسته‌مان بگیر نگیر داره. حالا داریم این صحنه رو یا نه؟ میتونستیم از جایی داشته باشیم که توپ اومد به نقطه کور نساجی. جای شما هوادار نساجی خالیه در ورزشگاه شهید وطنی. یه موقعیت پشت محوطه 5.5 متر. حالا ببینیم ضربه رو میزنه یامگا یا نه. و نهایتا باید ببینیم سوت بیژن حیدری کی به صدا در میاد. عارف رستمی خوب توپ رو میگیره. مرکل سرعت در ضد حمله فاکتور اول و اصلی است، اما تعلل بازیکنان نساجی باعث میشه که مدافعین سپاهان از دام میرسن. اونجا حزباوی و مرصاد سیفی میجنگن بر سر تصاحب توپ. سوت پایان این بازی به صدا در میاد. خیلی متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. بریم به سراغ حمید کلانتری و صاحب شکری مهمان ارجمند برنامه امروز و تحلیل نیمه دوم را از زبانشون بشنویم.